عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. ای آنکه خلاصه 4 ارکانی، بشنو سخن ز عالم روحانی. دیوی و ددی و ملک و انسانی، با توست هر آنچه می نمایی آنی. بگشای درم که در گشاینده تویی، بنمای رهم که ره نماینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، که ایشان همه فانی اند و پاینده تویی. تا در تن توست استخوان و رگ و پی، از خانه تقدیر منه بیرون پی. گردن من هر خصم بود رستم زال، منت مکش ار دوست بود حاتم طی. چندین غم بیهوده مخور شاد بزی، و اندر ره بیداد تو با داد بزی. چون آخر کار این جهان نیستی است، انگار که نیستی و آزاد بزی. خیمه خیام.